مدیا تقدیم میکند. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو با خبر شوید. Yaşa! Yaşa! تسلیم شو سینام، تسلیم شو. ایست آروم شو که چه؟ دکتر چی شد اما؟ چی شد؟ یاشار رو پروندند، او رو فوراً به نقطه تیبی برید. شرف مدیا تقدیم میکند. یاشار سلاحی خوب است. عباد این رو بردا پنهان کن. که چرا کشتم جنابی صبا؟ کاری خوب کردی سینان. تشکیلات از یک بلا خلاص شد. اکنون رفته مادر دکتر رو میگیرم. بایدش برادر. با تو روی سفید. سلامت باشید. خیر رفتیم. مجده رفتیم. خیر خوش باش. با یاشار چی شد؟ با شوهرم چی شد؟ دخترم حنیفه یک چیز نشده است. آروم شو دخترم، آروم شو. ارتباط گوید که شوهرم زنده است. دکتر در نزدش دخترم. انا آمد. آقای دکتر یاشار چه خیل است؟ خوب است، جراحتش وزنی نیست، به زودی شفا من رو می‌یابد. دیدن میخوام آقای نه ممکن نه، باید کمی استراحت. دخترم حنیفه شرف مدیا تقدیم میکند. بیو رفتیم. بیاید رفتیم. آقای زنال رفتیم. پسرم خسته می نمایی. راست میگوید چون که خیلی خسته شدم. بیا کمی نشسته دم گیر. چند روز وقت چیزی نخورده ای و خودت رحم نداری. بله چون که مادرم رو نجات دادن نتوانستم. بیایید کمتر دیگر. مرحمت سربازان در اینجا چی کار میکنن؟ یا توبه. من در کجایم؟ در نقطه طبی. احوالم بد است. نیاکه یاشار بختتون بلندی کرد. صحت می شوید. صحت می شوم. پسرم اجازت میدهی که چه بیمار رو بیند؟ بیا که چه اکا یاشار به خود اومدند. تشکر یاشار که مرا نجات دادی. آقای دکتر تو کجا شدی علی؟ سربازان در عملیات بودند. آنها را انتظار شدم، برای همین دیر کردم. آنها همشان در بیرونند، شما را انتظارند. سربازان برای بردن من آمدند. تسلیم می شوی؟ بله. کاری درست میکنی. سال هاست که من کاری درست نکردم یاشار. لیکن همین رو گفتن میخوام که من هم تو رو فراموش نکردم. که چه معلوماتی ضروری رو با شما میدهد. خواهش میکنم هرچی زودتر زینب و مادرم رو نجات دهید قماندان. خاطر نشوید آقای دکتر. معلومات رو از کچه گرفته به قرارگاه ها هجوم میکنیم. حتما نزدیکانتان رو میابیم.
سیلادولان کیچه رو تاندن خواستند، لیکن تیر با آقای اشتر خود سربازان باشند برای بردن کیچه آمدند. چی؟ کیچه نمورده است؟ نه نمورده است، حاضر به درون است. من برای چی تو رو فرستاده بودم؟ یک دنیا کار شده تو من خبر ندارم. دیگر کار باشد دوید آمده بگویی. خدایا توبه، که یگان کار من به شما معقول شده بود. آقای قماندان، خواهش میکنم با کیچه مناسبت خوب نمایید. گفتم که خواطر نشوید. او برای ما امانت است. تشکر. خدا از شما راضی باشه. تسلیم شدنش خوب. بله درست میگویید. کیچه در کجاست آقای اشتر؟ رفت آقای دکتر. چه خیلی رفت آخر او تسلیم شدنی بود. او بسیار میترسد آقای دکتر. نه خود از نزد سربازان گریزد، فهمند او رو میکشند. حاضر خودتون تنها به نزد خرسنگا روید. او هر وقت ترسد به همونجا میرود. باوری دارم او آنجاست. مردیم این دختر حیاتی هممون رو میسوزاند. بله کیچه اوی هممون رو میداند. ما رو حبس میکنه. اکنون چیکار میکنه؟ بس کن دمت را که میگویم. بله جناب. خوب دمت را که. بله شرف مدیا تقدیم میکند. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو بخبر شوید. جنابی سبا، زن در دستمان. امام را باشد پلیسا بردن لعنتی ها. اعتمان آن زن و آن امام را کیچه نمورده است. او زنده است. چه نمورده است؟ کی گفت؟ انا رئیس دهه آبی کانون در نزدم است. کیچه نمورده است. سربازان برای بردن کیچه آمدند. بله سینام، کیچه زنده است. سربازان برای بردنش آمدند. ای یکدم خاموشید. در توی چین؟ بچهشم جناب، بچهشم. اگر سربازان کیچه را برند حیاتمون میسوزد سینان. میفهمی میسوزد. نمیتوانند بردن نمیتوانند جنابی سبا. مجده همراه 2 نفر را گیر و همین جای است. فهما؟ تو و تو با من. شما باشید زن را به قرارگاه برید. اگر گریزد همتون مردید. زودتر روید. از یگان جا می نیامید جنابی سبا. فرامین لازم. چرا گریختی کیچه؟ آدمانی زیاده رو کشتم، خانه های زیاده رو سوزوندم، همه از من میترسیدن. حالا باشد من میترسم. من تو گفته بودم که نمیترسم، دروغ گفتم. من میترسم دکتر. حاجت به ترسیدن نیست. تو رو برای پشیمانیت عفو میکنند. همش به خوبی می انجامد. در مدت کوتاه به نزد مادرت برمیگردی. یا اینکه از محبس میترسی؟ به این هم کوه برای محبس بود. تشکیلات به مانندی محبس نیست مگر. من برای کارهای کردم میگیرم. برای حیاتم رو با دستانی خودم سوزاندن میگیرم. دیر فهمیدم آقای دکتر. افسوس که دیر فهمیدم. بدبختم، به تقدیرم. شرف مدیا تقدیم میکند. تقدیر با کسی ظلم نمی کند. جزای کارهای کردن را البته میبینی، لیکن این جزا انشالله تو رو آدمی دیگر میکند. اگر کیچه گریخته باشد سربازان او رو یافته میپرونند. بس کن قزبان گپ نزن. قزبان آقای دکتر او را یافته میورد. آقای کماندان در دست سلاح دارد. آقای کماندان ایستد. سلاحش را پرتاید دکتر. نترس کیچه. سلاحت رو پرتو. سلاحت رو ده. آرام شوید. قماندان، کیچه میترسد که با او حکم قتل میدهند. بگذار نترسد. میتوانید با من باور کنید. التماس به او کمک کنید، زیرا چند سال است که در کوه کشته است و باوری احتیاج دارد.
فکر میکنی به تو حکم قتل میدهند کیچا دولت کسان پشیمان شده رو دستگیری میکند من بعد برایمان دشمن نه بلکه دوستمان حساب میشوی. اینطور نگوید آقای قماندان، شرمنده هم نکنید. من به اینقدر مهربانی ها نمیارزم. وجدانم مرا خیلی عذاب میدهد. گذشته رو فراموش کن. تو از کارهایت پشیمان شدی کیچا. کاش همه به مانند تو پشیمان میشدند. آدمانی در کوه بوده قریب همشون فریفته و بیگناهند. من خیلی میخواستم که آن جوان ها هم حاضر در بری من باشند. روزی میرسد که آنها نیز برمیگردند. همه‌شان برمیگردند کیچا. زودتر گران زودتر. تو یگان چیز برای پوشاندن بیار. آیسته آیسته. اکنون با آدم پنهان کن که معلوم نشود. پوشان خدا مددگارتون پیکی چند. سلامت باش دیلو. انشالله برفین هم نجات میابد خالایزی. انشالله دخترم، انشالله. برای من جانتون را در خطر گذاشتید. همتون سلامت باشید. خیر، در پناه خدا باشید. خدا نگهبان دخترم. او در اصل خیلی انسان خوب است. دکتر چی شد کیچا؟ خوبم. تو شبای پلیس همراهت روم؟ بسیار خوب میشد. من هم روم آقای قماندان. البته او را همراه به دست دوستان میسپاریم. حاضر 1 دقیقه. دیلو آقای اشر رو تنها نگذار. مایلش آقای تویر فهمیدم. تو هم میروی پسرم. تو بگاه برمیگردم خالای زیلو. کمی اینجا را کن. انا بعد اینجا را کن. زودتر باشد زودتر. مرزا زودتر باش، وقتمون تنگ است. زود باشد. آفرین. گذر مرزا گذر، اینش را هم گران. آفرین. زودتر تو رفته بالای اون را پوشان. بالایش را پوشان زودتر. های تو همینجا پاسبان میستی. اطاعت سینو. همینجا میستی. بیاید هر که جایش را اشغال کند. زودتر با دقت باشید. بیا کیچا بیا. حالا ایست دکتر. بیاید زودتر بیاید. دکترم همراهشو رفتن گیرید. رای سفید. آنها عمیق از اینجا میگذرند. سربازان از زمین راه میگذرند. مردنی کیچه را نمیخواهم. تو چرا میگویی مجده؟ اگر کیچه نمیرد پس ما میمیریم. کیچه نمیرد بجایش تو میمیری مجده. انشالله از اینجا نمیگذرند. سینون آمده ایستادند. به من نگرید. کسی که در مینه نترکید میپرانه. فهمو سینون. مجده تو رفته در آن جاییست. تو همین جاییست. مرزا تو باشی رفته در آن جاییست. زودتر باشه زودتر. چرا ایستاده ای؟ رفته جایت را گیر. بیا دکتر بیا.
بعدين انه اصدقائنا اللي برا صار لهم استراتيجية جديدة. كل شي كان عم يمشي مثل ما بدنا وفجأة صرنا نواجه صعوبات. يعني عطونا ضمانة من شان ننفذ المشاريع اللي اتفقنا عليها، ولا ما عدنا برعايتهم. انا ماني عرفان شو القصة، كأنه في مساومة جديدة. مثل ما بتعرفوا كلياتكم نحن دائما في عنا مساومات، وطبعا اي واحد بينفذ لنا طلباتنا بنعطيه الاولويه والحصانه كمان. انا بعرف سبب قلقكم، بس هذا الشيء انتم معتادين عليه، يعني انتم وغيركم دائما عم تتنافسوا على هذا الشيء. سيد رجالنا عم يقلوا واحد ورا الثاني، يعني عم نعيش مرحله تصفيه ونحن خايفين ليكون جاينا الدور. اسمعوني، الاشخاص اللي عم يتقدموا لرئاسة التنظيم هن الاشخاص يلي بيفقدوا رعايتنا، وهي حقيقة. وانا في عندي هلا اول قائمة من هي الاسماء، وانت لا تشغل بالك لانه اسمك مو معهم. وهدول الاشخاص اللي إلهم اسماء واللي رح يموتوا بالايام الجاية رح نستخدمهم كورقة رابحة بالمبارزة الدبلوماسية. بعد هالعمليات الاخيرة اعضاء العصابات بالتنظيم القديم خسرنا ثقتهم تماما، وصايرين هلا عم يكرهونا من كل قلبهم. قسم منهم وضعه مو صعب كتير لانه تورطوا بالعمليات، ولحتى نقدر نحافظ على البقية عم نضطر نعطيهم جرعات من المخدرات او نغريهم بالممنوعات، وما في عنا غير هالطريق لحتى نحافظ عليهم. اما العصابات الجديدة ما عم تقدر تشوف وين مكانتها، لانه طبعا الامور ما عم تمشي معهم مثل ما كانوا عم يحلموا، وهذا الشيء صعب عليهم لأنه ظروف المنطقة كتير صعبة والمعيشة عم بتصير أسوأ، وإذا بدك تحكي عن نظافة فهي معدومة تماما، والأمراض عم تكتر، ونحن لازم نعالج هالشي بسرعة. اي واحد عم يخلق الصعوبات هي المفروض نورجيه انه هو طالع بمهمة وينعدم وبدون ما حدا يعرف. بتطلعوهم على الجبل بحجة انه رح يقضوا على الصراع الطبقي، وبتفهموهم انه رح تصير حياتهم احسن، وبس يصيروا كلياتهم تحت ايدينا بتعدموهم وبتخلصوا منهم. ولازم تخلوا هالموضوع سري، لانه عم توصلنا اخبار جديدة انه الكل عم يحكي عن وضع الجبل، ونحن ما لازم نفتح العيون علينا. شوفوا نحن بشو مشغولين وانتم بشو عم تحكوا. نحن كل همنا هلا انه نقسم هالبلد الكبير وبأسرع وقت، وانتم عم تنشغلوا بهالامور التافهة. اصلا بعد هالازمة السياسية اللي خلقناها المفروض نحكي هلا شو لازم نعمل، والحرب النفسية اللي تحققت لازم نفكر كلياتنا كيف نخليها تستمر. يا معلم، الشخص اللي حضرناه من كام يوم من شان الحملة الأصولية اللي بمنطقة الشرق انكشف وانكمش من قبل ما نستخدمه. ايه طبعا قبضوا عليه لانه انكشف بلا طعمة، بس ما في داعي للخوف، لانه نحن في عنا كتير شيوخ ورجال دين منتسبين لتنظيمنا، وطبعا اكيد بالمرحلة الجاية رح نرجع نستخدمهم لمصلحتنا. يا معلم، طبعا من شان نخلي حالة القلق مستمرة مفروض علينا انه نستخدم مع التحريض للأصولية تهمة محاولة تهديد وضع البلد، وهيك اكيد حالة القلق رح تستمر. وبنحرك المنظمات الدولية ومكاتب الحقوقيين كمان ومنظمات المجتمع المدني مشان يحطوا كل المافيات والسجون تحت رقابتهم. ايه هذا الشيء مزبوط، والمفروض انه المجتمع يضل بصراع دائم مع التخلف والفقر، وضروري نزيد الارهاب مشان يستمر بتخويف الشعب وما يخليه يفكر بأي شيء إلا بالخوف على حياتهم طول الوقت. أساساً كان في عنا فرصة كتير مناسبة، نحن كنا عم نعمل حملة سيكولوجية لأضعاف حالة المواطنة بين بعض طلاب الجامعات، وكنا رح نستخدمهم كلياتهم لمصلحتنا. بس صعب كتير انك تقومي بهذا الشيء، وخاصة انه ما في حدا رح يقدر يحكي مع الشباب اللي عم يدرسوا بالخارج، لانه كل واحد منهم راح من هون عم يبكي على وضع اهله. معلش لا تطلع على هدول، لانه المفروض نخليهم مثل ما بنعمل دائما نوصلهم لمرحلة الدفاع العاجز. ليش انتو ما شفتوا كيف هدول اللي بيحبوا وطنهم اختاروهم بالخارج ليكونوا مرشحين ويسلموهم على المناصب؟ وحتى صورهم واخبارهم صارت بالصفحة الاولى من الجريدة، وطبعا لهلأ ما عم نقدر نعمل شي معهم، وهذا اللي مجنني. يا جماعة، لحتى نقدر نغير جدول اعمال المنطقة نحن محتاجين لمجموعة جرائم واغتيالات تأثر على البلد وتخلي الشعب يتشوش. سبیلمانت این کودکان باز از کجا پیدا شدند؟ زینون کودکان اما چیکار کنم؟ نوید
بچه ها به این طرف پنهان شوید پنهان شوید بچه ها به این طرف پنهان شوید کودکان را احتیاط کنید در اینجا میدن احتیاط باشید احتیاط باشید مجده این چی کاری کردن کمی خزید رفتیم پس نکردیم زود باشید زودتر زودتر شخصی رو که حیات ما رو نجات دیدی که چه؟ گرفتنش رو دیدم ما رو نجات داد اما او رو کی نجات میدهد؟ شرف مدیا تقدیم میکند با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو خبر شوید. نمیخورم احمق به کجا رفته است؟ به کدام غاری نداره تو را میابم منم به خانه رفتم گفتن جناب در اینجاست راست است؟ بله راست مرحمت ملش چاروارا گرسنه نمانید ها؟ جنابی سبا مرا ببخشید به شما گپی مهم دارم رفته به عباد کمک کن خوب شد است جناب کنی بیا رئیس بخیر است رئیس یگان خبری خوش آوردی با فکرم نه جناب کاش خوش نبود خبرها بدن جناب کیچه نمرد رها یافت او را سربازان گرفته بردن تو چه ها میگویی رئیس سینان برای کیچه میرگذاشته بود من از کجا میدونم جناب نمیدونم چی کار کردند اما نه کیچه نه یگان سرباز آسیب ندید مینه ها بیهوده ترکیدند با من نگر رئیس راست میگویی جناب باور کنید سربازان کیچه را صحت و سلامت بردند تو رسیده آمدنی تجهیزات ها باید پرونده کیچه را آماده کنید اگر خواهید خیر خوش کنید تشکر کیچه چونونه که وعده داده بودی همش رو گوی میگویم دکتر همش رو میگویم با تمام وجودم در امر دولتم میشوم همه قرارگاه های تشکیلات رو میگویم سربازان مادریت رو نیز میروبند تشکر کیچه بیایید رفته نترس کیچه برای من دعا کن دکتر خدا نگهبانت باشد کیچه کابید همه جا را تگورو کنید اطاعت سینو دختر گم شده است سینو اگر به قری زمین در آمده باشد این خواهی را میابم از این پس مجدم مرده است چیکار کنیم سینو سربازان از پایمان هستند به قرارگاه میرویم از آنجا آن زن را گرفته به نزد جناب سبا میرویم عین حال از همه جای بخطر هم آنجاست
کنی رفتیم تملی نکنید را گردید رفتیم میرویم خدایا من اکنون چیکار کنم؟ آفرین به برفین من همه‌تون رو نجات داد اما از دست اون سینانی خواهیم چطور رها می‌یابد زیق نشوید خالای زلال از این رفتارش معلوم می شود که او هم از تشکیلات علاقه‌اش رو کند اکنون به خانه به نزد شما می آید آقای طاهر راست میگویند آخر برفین بغیر از آنجا جای دیگری ندارد بهترش من به خانه رفته او را انتظار شوم شاید برفینم گریخته آید ایستید خالای زلال همراه می رویم من هم به خانه هم می روم مایلش من هم اینجا رو محکم کرده می برایم مایلش تو بزدید مادر جون خالای زلال بیایید رو به خانه بریم بیا رفتیم برفین خوب هستی دخترم میترسم مادر جان سینام به اینجا می آید نمی آید برفین کیچه تسلیم شد او تمامی معلومات رو میدهد و سربازان پگو عملیات رو سر میکنند سینان دیگر به اینجا نمی آید بله برفین نترس دیگر به اینجا نمی آیم تو هم به سربازان تسلیم شو دخترم از این بلای تشکیلات خلاص شو مادر جان من سرباز نکشتم این دروغ است تو سرباز را نکشته ای آن سینانی خواهین تو را فریب داده است همش بازی بوده از دخترم کیچه همش رو گفت یعنی من گناه ندارم نه دخترم نه دولت تو را میبخشد برفین مایلش مادر جان این طور باشد ما تسلیم میشوم برفین در کجا بودنی مادرم رو میدونی؟ بله میدونم سینان باید او رو به نزد جناب سبا میبرد جناب سبا را جرزن بیایند جناب بخیر است سینان برای آدمانم جای دیگر لازم است این زن را باشد به تخانه پرتاید یه باد لبای جناب گفته های سینان را اجرا کن خوب شد جناب کنی این زن را به تخانه برید کنی زودتر با دقت باشید زودتر در را هم نغزک محکم کنید اطاعت سینان چرا به اینجا آمدی سینان چی شده از جناب سبا وای گفتنهایتان را فراموش کرده با وای گویه های من چی کار داری از اینجا دیده جای بی خطر نیست جناب سبا دیگر برای ما هم جای بی خطر نیست کیچه همون را فاش میکند ما محو شدیم اگر کیچه را میکشتی این طور نمیشد کارا مجده ویران کرد همش با گناهی او شد بعد میدونید چی ما را به این احوال آن دختر افتاند در وقتش او را نیست کنم گفتم صدی راه هم شدید نگذاشتید سردارانمان اجازت ندادن بعضا فکر میکنم که ما را به جای خر استفاده میکنند به جای خر کارهایشان را که اجرا کردیم بعد آنها ما را یک طرف نیست میکنند اگر اما که حمید کمک کند مادرم رو رها میکنه ایست سرحاسی من نشم دیگر حجت به انتظار شدن نیست خالای زلال اما که امید آدمان رو جمع کند به خانه جنابی سبا رفتم مادرم رو رها میکنیم اگر مصالح شده به اونجا روید زد و خورد میشود آقای طاهر بله جانت را در خطر نگذار آخر گفتی که سربازان میآیند سرحاسی من نشم تا آمدن سربازان آخر او رو به دیگر جای میبرند به خدا من میترسم که به تو ضرر میرسانم فکر مرا نکنید خالای زلال باری آخر احوالش رو دیده بودم دیگر طاقت کردن نمیتواند میمیرد
دیگر چرایی نیست خاله زلال. یک چورش هست. من راه پنهانی به آنجا در آمدن رو میدونم. تو با من میروی برفین؟ هر دوی من میرویم و باز آقای حمید رو هم میگیریم. خاله زلال اجازت میدهید که برفین با من کمک کند؟ مایلش پسرم، خدا یارتان باد. تشکر خاله زلال، شما برای ما دعا کنید بس است. مادر جان خواطر نشوید، ما رو در نقطه طبی انتظار شوید. خوب شد است آقای طاهر. چرا به آنها اجازه دادید خواهی زلال؟ من باید چیکار میکردم دیلا؟ آنها اکای خواهرند و یک دیگرشان کمک میکنند. گوش کن، فرمان جناب است. باید از این زن چشم نکنیم، فهمو؟ فهمیدم. آدمان سبا همه جا رو تحت نظارت گرفتند. اکنون به درون چطور میدروی؟ با دقت باشه، فهمو؟ با دقت. اگر یگان صدا شنویم به تو خبر میدیم. گپای بود رو شنیدی، باید با دقت باشیم. هر کس کاری خودش رو کند. پاسبان موندند، یعنی مادرتان اونجاست. در اینجا پاسبان گذاشتند. چه خیل میبروی؟ گوش کن داماد، آن طرفش را با ما سپر. سربازان آمده خانه ام را به سرم چپه میکنم. در حبس خانه میپوسم. شما هم شکایت کردید جناب سبا؟ البته شکایت میکنم. همش عیبی توست. کار را حال کردن نتوانستی و تو هیچ چیز نمیشود. در محبس خارزار میشوم، نیست و نابود میشوم، میپوسم. هرچی شده است در محبس باشه چی میشود؟ ما سال هاست که در کوه پشته ها با عذابی، گرسنگی، خنکی و بیماری اذیت کشیده میگشتیم. شما باشید راحت کرده میگشتید، بر مالتان مال زن کردید. تو چی ها میگویی سینان؟ البته ما هم عذاب داشتیم. چه عذاب جناب سبا؟ چه عذاب؟ چه ها میگویی؟ سالهای دراز فایده تشکیلات را خورده گشته. نیه؟ گویا تو نخورده باشی. گویا ما نمیدانیم که چرا تو کوه به کوه میگردی. په با دقت باش دنبالش. بسیار گپ نزن، وظیفت را اجرا کن. بیایید رفتیم. ایستو. بیا گذر بیاید زودتر بیایید. چیست در آنجا؟ وق کردم مثل زنها گپ میزند. توبه کردم. کالی در اینجا هم نیست. باید در دستی سینم باشه. رفتیم. بیا از این طرف. آوازش ببرم. من این را گیر پیسرم. مادر آرام شوید. آرام شوید. خاموش مادر جان، خاموش. خواهش میکنم خاموش باشید. بخیر است اینو؟ این جنابی تو چهل آدم است نفهمیدم. وق کرده سرم را بدل در آورد. بیایید دستهایشون رو کشید. آرام شوید خانم، آرام شوید. بیایید پسرم. آرام شوید مادر جان. خیلی کم است، زودتر رفتن لازم. رفتیم. بیایید. ایستم بشنونده. این صدا از کجاست؟ از تخونه است. احمقها زن گریخته است. من از این طرف میروم. زودتر زن گریخته است. با من بیاید. زودتر از پسشان. رفتیم. دستتان رو با من دیگه. زودتر. فقط خاموش. رفتیم. مادر جان.
زود آنها را تعقیب کنید. زودتر. سینان آنها رفتیم. زودتر. به این طرف. احتیاط کنید. مادر جون. ایستادم. دکتری احمد خواست را پرنده به سباستم. برفین در کجاست؟ در اونجا. دکتر کجا؟ سرم نرو. رفتیم دکتر. برفین. رفتیم. زودتر. برفین بیا. زودتر. خاین احمق. حامد احمد. حالا ایستد. چی واقع؟ مادری دکتر را گریزاندند. چرا ایستاده احمق‌ها؟ بسرشان روید. ایستد. نروید. با وجود این قدر بلاهای بسرمان آمده باز تیرپرانیمون کم بود. سربازان آمده ایستادند. اگر در این نزدیکا باشند بر سرمان بلا میخریم. راه یافتن نمیتوانیم. سینان کدی به جایهای خودتون گذارید. زود باشید. روید. زودتر. اگر تو را از مردن هم بدتر نکنم نامم سینان نباشد. برفی اکنون وقتش رسید. با دکتر به نزد سربازان می رویم. دخترم. مادر جان میترسم. نترس دخترم. نترس. برفی تو در همین جایی است دخترم. من دکتر رو گرفته می آرم. میلش بس کن دخترم. گریه نکن. با خدا کاری کردن نادرست است حامد. برای خلاص کردن خدیجه کوشش کرده نشد. باز برفین را گرفته به خانه جناب سبا هجوم کردی. مگر اینها دختران دشمن خونیت نیستند؟ تو چی کار میکنی حامد؟ آخر چیکار کنم؟ دکتر دامادم است. با دامادم مگر کمک نکنم؟ با آن سلاح به دست رفتن از چه بود؟ اکا شما چی ها میگویید اکا؟ اگر آن سلاح به دست نمی بود خانم رابیه را چطور رها میکردیم؟ خب هر چی خواهی کردن گیر. احوالتون خوب نیست مادر جان. داروهایتون رو باید خورید. اگر خودتون رو احتیاط نکنید بیمار میشوید. به نزد تو آمدم. دیگر بیمار نمیشوم. سرکم جان و جگرم. پسرکم جان. خوش آمدید خالای زیبا. خوش باش دلم. برفین در کجاست خالای زیلال؟ برفین میترسد. از خانه بیرون برآمدن نمیخواهد. بیا پسرم. تو را ببیند آرام میشود. او را گرفته به نزد سربازان میبریم. میلش خالای زیلال. داروهای مادرم رو میدهم و زود میرویم. داروها رو یافتی دیلو؟ در اینجا نیست. حاضر در اون رو میبینم آقای طاهر. میلش بیا ببینیم. حقیقت رو به طاهر نگفتید. تشکر. بیشاگی ها نفهمم گفته به او مادرش بودنم را نگفتم. اما یک روز میگویم خانم رو بیا. خالای زیلال چی رو میگوید؟ هیچ چیز پسرم. هیچ چیز. همین خیل صحبت میکردیم. در بینتون چی سری هست که من نمیدونم. دکتر آلدو میگوید که سربازان به دیه رسیدند. قماندان هم با اونهاست آلدو؟ بله قماندان هم با اونهاست. خیلی خوب. حاجت برفتن نیست خالای زیلال. برفین رو در همین جو با اونها تسلیم میکنیم.
در کجا میگردی؟ در حولی بودم پدر. در آنجا چکار میکنی؟ بین چایم تمام شده است، به من چای بیار. سربازان اومدن پدر، اونها رو تماشا میکردم. سربازان؟ ها؟ برای این دفعه خیلی زیادند. به شما چی شد؟ اگر مرا پرسند من نیستم، من رفتم، پدرم رفتن گود. مایلش، اما شما کجا میروید؟ به اون طرفش کاردار نشو، کسی پرسد نیست گوی. فهمو؟ مایلش توبه. سربازان آمدن. جناب چی واقعه عباد؟ سربازان آمدند. چی؟ در کجایی؟ بدیها نزدیک شدند. بس این آنگوی که زود آتمانش رو جمع کنند. او با آتمان از بدیه چو خیشه رفت. نباشد با آدمانمان گوی. سلاح را پینه‌ها کرده زود به خانه هایشان درآید. که جناب، لیکن خودمون چیکار میکنیم؟ خودمون یکو چارش رو میابیم میباد. کنی زودتر باش، اولینش رو حل کنیم، بعد دوامش رو میبینیم. کنی زودتر باش. خوب شده. زودتر باش. ای خدا. الو، این منم سبا. سربازان بر سرم هجوم کردن. میدانم سبا، البته تو را هم خیلی خوب تعریف کردن. آدمی تشکیلات بودن ادانیق شد. من اکنون چه کار میکنم سردارا؟ با خدا خونم سوم سردارا. التماس سردارا، مرا نجاته. التماس. مگر برای دعوا از عذاب کشیدن میترسی؟ آخر در هر حالت برای خدمت کردن به دعوا تیار بودی کو؟ یعنی مرا حبس کنند؟ من با شما در آزادی زیادتر خدمت کرده میتوانم. در دارون چیکار میکنم آخر سردارم؟ مایلش سبا، مایلش. من اکنون چیکار کنم؟ خوب شده سردارم. من یک تفتیش میگذرانم. هر چی ضرور آید من میکنم. مایلش سردارم، هر چی فرمایید. از شما خبری خوش را انتظار می شوم. التماس سردارم، قربانتان شوم، مرا تنها نگذارید سردارم. خیر. کیچه احمق، مرا سوزاندی احمق، مرا سوزاندی. کیچه مرا سوزاندی. کیچه خوش باشید. تشکر. تو همون کیچه مشهوری؟ من تو رو نمیشناسم. من هم. لیکن نامد از خودت پیش به اینجا رسید. خیر، خدا مدد کند. رفتیم. به دوگانه نوتان جای نشان دهید. خدا مدد کند. بگذار، انا این جای توست کیچه. چرا در اینجا همه نمی مرا میدونند؟ چرا ندانند؟ تشکیلات را خائن اعلان کرده است که چه؟ اصلا خائن آنهایی. خاموش، بلند گپ نزن. آدمان آنها در همه جا هستند. خدا به تو مدد کند. خدا به تو مدد کند. بله کیچه، خدا مدد کند. برفین دختر. برفین در کجایی؟ برفین در کجایی؟
برفی نیست برفی نیست پسرم با کجا می روید خلای زیلو؟ برفی نیست چی؟ او گریخت است مگر؟ نمیدونم آخر نیست نگریختم من رو ترسوندی برفی در هیزم خونه چی کار میکنی؟ به نقطه تیبی رفتم میخواستم سربازان را دیده ترسیده پنهان شدم نترس برفی نترس بله خودم با کماندون گپ زدم دخترم انسانی خوب بوده است در نقطه تیبی تو را انتظار است بیا رفتیم برفین رفتیم نترس دخترم تو را زود آزاد میکنند و خانه برمیگردی اگر آزاد کنند هم سینان مگر مرا آرام میگذارند که البته جای قرارگاه رو میگوید و سینان رو حتما دستگیر میکنند اشک چشمت را پاک کن سرت را بلند بردار تسلیم میشوی تو را به کجایی که برند من از پست میروم دخترم بیا برفین بیا رفتیم مادرم لباسایم را آماده کردند رفته گیرم ها مایلش رفته گیر زودتر یعنی به سربازان تبدیل شدن یعنی خواهی کشته را کرد داد بکن خواستم رهان نمی آبی سردی مرا این صدای برفین برفین دخترم را گریزاندن برفین برفین راگرد گذر خیز راگرد خواهین گرد میگویم خواهین زیخ نشوید خالای زیلول سربازان برفین رو میوبند زلال انشالله دختری تو هم رها مییابد دوری آرام کننده دادی دیلو دادم اما خالای زیلو سربازان بر رو برآمدند علیق دخترتون رو میوبند برفینم رو باز بردم خالای زیلول گوش کنید با برفین چیزی نمی شود خواهتیر نشوید آن ظالم آن نامرد دخترم رو میکشم احمق که چرا رها کردی مادری دختر رو هم گریزاندی تو مردی مجده خب نگاه کنید برای همتون عبرت شود مردی نه خوب شد با دختر زیلو خوب شد با کوه برآمده سلاح به دست گیری الان همین خیل می شود این طور نگوید گناه است چی خیل گناه هرچی که در دیگ است در کفیل می براید این خیل نگوید آقای رفیع برفین به گناه است و مثل برفین هزارها جوانانی فریب خورده در داخل تشکیلات هستند باید با آنها مهربان بوده کمکشان کنیم تا آنها از این راه برگردند به خدا دمو درست میگوید اکا من نمیفهمم از آسیا بیشنگ برآمده می شود و سلاحدار تیر خال میکنند ما باید با آنها مهربان باشیم تا آنها فهمند و از این راه برگردند تو بینیت رو به هر چیز نخلان مایلش اکا مایلش این موضوع رو محکم میکنیم بس میکنیم بعد گپ بزنیم غیر از این خانم رابیه خسته شدن ینگه حجره خانم رابیه تیار است حمید این طور باشد رفته کمی استراحت کنید من در همینجا نیستم طاهر بله مادر جان بله شما به نگاه و بین احتیاج دارید یک مدت باید اینجا مونید من شما را خوب نگاه بین میکنم خانم رابیه شما را تشویش میدیم
خانم رو بیاد چه تشویش. ما کدام هستیم اینجا رو هم خانه خودتون دونید. مرحمت حجره تازه است. اگر یک گونچه سازی می شود جیغ زنید. میلش ینگه گل شما رو خیلی زحمت دادیم. این خیلی نگه داماد چه زحمت. مادر جان شما کمی استراحت کنید. من به نقطه طبی می روم. ایستا نرو کمی با من بشین. چی شد مادر جان؟ چرا تو را داماد میگوین؟ مرا باشد خدا میگوین؟ خفه نشوید مادر جان. فرصت نشد که با شما همش رو فهمانم. من و زینب خانه دار شدیم. خانه دار شدید؟ بعد با شما همش رو نقل میکنم. طاهر لیکن حالا زینب در کجاست؟ از تو میپرسم طاهر زینب در کجاست؟ او رو هم سینام برد. او زنده است؟ نمیدونم. تا با امروز از او هیچ خبری ندارم. كان حدا بيعرف فيه بتجيبوا كل رجالنا لهون وانت لا تترك المعسكر. طيب انتو ليش خليتوني انا بالتحديد يلي ساعدوا لزيدان؟ يعني ليش وكلتوني لإلي بالمهمة؟ والله انا ما بفهم بقصص المعسكرات. لكن معقول هيك تطلع اخرتي بعد كل شيء قدمت لكم اياه؟ عجبتك هالحالة اللي وصلت لها؟ لكن عمر آغا يهرب من العساكر ويتخبى بالجبال؟ لك شو صار لك؟ خلاص حاجة نق صرعتني بنلاقي لها حل. لكن نسيت انه ايدنا طايلة. معلم كيف رح تقدروا تخلصوني من الشرطة؟ الشغلة كتير بسيطة. يعني مثل ما بكل مكان بهالبلد في عنا رجال، كمان جوات الحكومة في رجال بيشتغلوا لحسابنا. هلا بعد فترة بحكي معهم وبقول لهم يسكروا لنا ملف هالقضية. لك خلص لا تخاف. معلم هلا الشغلة أكيد سهلة. إن شاء الله نفكر إنه هيك شغلة بسيطة بتقدر توقف بوشنا. شو لهلا ما استوعبت إنه قوتنا ما لها حدود؟ لا تخاف من شي طالما أنت معنا. اطمن عن قريب رح نخلصك من هالشغلة. إيه وحياتك لترجع على ضيعتك وما حدا له عندك شي. انت بس مهلني يومين 3 بالكتير. بتقصد انت متأكد انه ما رح يصير لي شي ما هيك معلم؟ لك شو لسه عم بحكي؟ كل شي رح يرجع مثل ما كان بالاول واحسن. يعني معقولة نتخلى عنك بعد كل شي قدمت لنا اياه؟ خلاص لا تخاف، هي الشغلة مسألة وقت وبس. دخترم را یافته. برفینم را یافته. متاسفانه نیافتیم. جای آن سینانی خواهین را چی یافته؟ انشالله میابیم. از دخترم از برفینم یکان خبر نیست؟ حالا چیزی نیست. پس چرا برگشتی؟ دخترم را نیافته چرا برگشتی؟ همش خوب میشود خاله جان، شما خواطر نشوید. ما هم دخترتان و هم خواهین ها را میابیم. انشاءالله تا یافتنتان آن خواهین ها دخترم را نمیکشند. انشاءالله خاله جان، انشاءالله. انشاءالله.
فرمان برای چای خیریت کی ندید. خیز کچه از من چی میخواهی؟ یک نفر تو رو دیدن میخواهد. در همین وقت شب؟ رفتیم سوال نده. کی ما رو دیدن میخواست؟ راه گرد رفتیم. پیش دارو. در اینجا ایست. این آدم کیست؟ ما چیزی را نمیدونیم. خدا رو شکر که سربازان همینجایم. رها یافتم. نگذاره آقا سیلاحداران به خانه هایتان راه داده و آنها طعام میدیدند. در خانه امان یگان سیلاحدار را راه نداده. خبر نداره قرباندا. در کجا پنهان کرده؟ کسی رو پنهان نکرده. همین خیر چنی گفتن در رویمان این طور میگوید در پسمان باشد ما را دشنام کرده دشمنان دولت را سر میکنید. همه‌تان خائنید. اگر به من میشد همه‌تان را نیست و نابود میکردم. یعنی فسانو کمی گذر خائن‌ها کامیا خائن‌ها زنه تو کی هستی؟ گیره دینش را هم کنی به زمین خدایا اونها چه کار میکنن؟ ایستا انا سیادار ایستا نگوره بپرونم یک طرف ایستا احمق کنی زودتر باشه. خوب هستی که چه؟ شما کیستید؟ کی بودنم مهم نیست. مرا میتوانی همچون یک نماینده دولت حساب کنی. مرا چین. از من چی میخواهید؟ برای به ما معلومات های ضروری را دسترس کردنت از تو منت داریم. تو جان خود را در خطر گذاشته به این فداکاری دست زدی. من از تشکیلات گریختم، به دولت پناه بردم، وظیفه‌ام را ادا کردم، اکنون روحم بالیده شده است. روح تو بالیده است اما از ما نه. بر عوض این خدمت هایی کرده تو را زندانی کردن در حقیقت ما را ناراحت می کند. چیکار کنم؟ من باید جزایم رو بینم. انگشت بریده عدالت درد نمی کرده است. حتی اگر این جزا حبسی یک عمره هم باشد. همین طور حبسی یک عمره؟
کجا غیب زد؟ همه ای خانه ها رو یک یک کابید. کدی زودتر. تو گوری از دخترم. مادر دخترم. سربازان از پسم می آیند. ما رو پینهان کنید. سربازان؟ نه ترس دخترم. تو به این هم به سربازان تسلیم شدن میخواستی. پس چرا از آنها میترسی؟ مادر جون، سربازان مردم را عذاب میدهند. تو چه ها میگویی برفین؟ با چشمانی خودم دیدم مادر جان. با چوب دست مردم رو میزدند. به طرف من تیر کشودند. ما رو کشتن خواستند. انا اومدم. گوشت در خانه بودن رو میدانیم شاید. الان شاید گفتم. یک طرف ایستا. خانه را کابه. کجاست آن سلاح دار؟ در کجا پنهان کردی؟ او دختری من است. او گناهی ندارد. دختری تو باشد با من چی؟ بے گناه بوده است. بے گناه ها؟ تو چی کار کردی ابله؟ چرا مرا زدی؟ تو از سلاح داران چی فرق داری؟ دمت را گیر و ما جای دختر را نشان ده. او در اینجا نیست. گریخته رفت. دروغ نگو ابله. دختر رو در کجا پنهان کردی؟ در کجا؟ کنی گفزن؟ در کجا پنهان کردی؟ گفزن آخیر. دختر رو در کجا پنهان کردی؟ گفزن. کنی اسناسیان. تو با این جزای از مرگ بدتر سزاوار نیستی کیچه. من از جمله دوستانی تویم کیچه. از همین سبب برای نجات تو کوشش میکنم. برای نجات من؟ چطور مرا نجات میدهید؟ گوش کن. تو سالهای دراز در کوه سلاح به دست گرفته مبارزه بردی. بر ضد کی مبارزه بردم؟ من گفتنیم که مهم نیست که بر ضد کی. مهم آن است که تجربه و ملکه در تشکیلات اندوخته را اکنون برای ما صرف کنی. اکنون برای ما کار بکنی. من در داخل 4 دیوار چیکار کرده میتوانم؟ 4 دیوار اهمیت ندارد. هیچگاه این را فکر نکن. من با آدمان لازمی گپ زنان کرده کوشش میکنم که احوالت را بهتر کنم. هرچی که لازم آید برای تو میکنم، اما برای آزادی که به تو میدهیم یک شرط داره. چه میخواهید؟ شرطتان چیست؟ میخواهم تو را بر ضد آن نفرانی که تو را به مقابل دولت روانه کردند استفاده کنیم، یعنی بر ضد طرفداران تشکیلات روانه کنیم. دستم را دیگر به خون آلوده کرده نمیخواهم، اما بر ضد آن خائنانی که جوانی آزادی و حیات آسایشته مرا دزدیدند مبارزه میبرم، چون که آنها به مردم خدمت نمیکنند، بلکه آنها برای نیست کردن ملت کوشش میکنند. قسم زیادی تشکیلات را خارجیان تشکیل میدهند. من با شمایم آقا. از همین رو سر کرده آزادیت مبارک شود، اما در این باره بغیر از من با کسی چیزی نمیگویی و کسی نباید از صحبت ما با خبر شود. فراموش نکن پنهان کاری اساس است. اگر کسی فهمد هم جان من و هم جان خودت را در خطر میگذاری. فهما؟ از من کسی این سیر را نخواهد فهمید. وعده میدهم. شب خوش مژده.
نمیشوم نمیشوم مجده کنی خیز بیدار شو. من گریختن نمیخواهم زینان. چخیل گریختن مجده؟ سربازان به ده هجوم کردن، آدمان را عذاب داده ایستادند، مردمی بیگناه را کشته ایستادند، میفهمی؟ بله زینان. به خاطر تشکیلات باید بجنگیم مجده. راست میگویید زینان. به ما هجوم خواهند کرد. هر کسی که در دست سلاح داشته میتواند، ما به او احتیاج داریم. سینان قماندونه که انتظارش بوده اومد. حاضر می آیم. رو در جایی که چه یک یاردمچی نوی آمد، از این پس در فرمانی او میشوی مجده. رو خودت را با او شناس کن. خوب شده سینان. رو سردارم من یاردمچیتان مجده. برفین؟ آه وای وای وای، یلمز قماندان خوش آمدی. خوش باشید. وای 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 وای. مجده از این پس یلمز سرداری تو می شود. این داروها رو نوشید خلای زیبا. دارو به من فایده نمی کند دلا. داروی من برفین است، میفهمی؟ با او یک جو میشوید خلای زیبا. سربازان را از راه مینادار برفین آگاه کرد. خانم رابیه را هم او گریزاند. مگر سینانی خاین او را میبخشد؟ آقای دکتر با خیر است. آقای حمید گفتند که آمده مادرش را ببیند. کمی ناتاب شدند، به ایز میگیریند. دیلا جودودانی من رو بیار. مایلش وزیر. من هم با شما روم. تو همین جاییست، تنها عصبهایش خراب شده است. بیا. چرا عصبهایش خرابند؟ آخر رها یافت، پسرش را هم یافت، باز چی میخواهد؟ خلای زیبا، من حس میکنم که شما خانم رو بیار رو دوست نمیدارید، یا اینکه من خطا میکنم؟ این طور نیست. چرا باید این زن را دوست ندارم؟ گویا در بینتان چی سیری باشد؟ چه خیلی سیر دیلا؟ هیچ چیز نیست. خدا شفا ده. تشکر. گیرید مدار جون. شرم شما کمی صحبت کنید. ینگه بیاید ما بارویم. نوشید. پسرم به من چیزی شده است، خوابم نمیبرد، چشمانم را پوشم، گمان میکنم که حالا هم در کوه هستم. مرا دهشت فرا میگیرد پسرم. میگذارد مادر جون، همش رو فراموش کنید. فراموش کنم؟ تو وقتی در نزدیکی اشان قرار دارم چطور فراموش کنم؟ هر لحظه به اینجا آمدنشان ممکن پسرم. باوری داری که آنها دیگر نمی آید. مادرت را از ما را بوده، مرا هم عذاب دادن، ما را از یک دیگر جدا کردن. پسرم خواهش میکنم مرا از اینجا بر. بیا از این ده رویم طاهر، التجا میکنم. مادر جون، من رفتن نمیتوانم. چرا؟ برای چی از این ده رفتن نمیخواهی؟ نخواد که دلت به مادرت نسوزد.
مادر جان بیایید این موضوع رو محکم کنیم. من دکتر این دهم، من یگانه امید مردم این دهم. من میخواهم شما هم اینجا مونید، لیکن اگر نخواهید من شما رو به استانبول میفرستم. من بهتون به هیچ کجا نمیروم. من از این ده نمیروم. غیر از این زینب حالا در دست آنهاست. چطور او رو پرتافته روم مادر جان؟ زنده بودن زینب رو از کجا میدونی؟ شاید که او را کشتن. این طرف نگوید مادر جان. من حس میکنم که او زنده است و در حقش دعا میکنم. با من چای میریزی برفین؟ نامی من مژده. باید صحبت کنیم. ایست مژده، این فرمان است. با من بیا. برای چی؟ این امر است. جای نوبداریت را به تو نشان میدهم. تو در اینجا چیکار میکنی برفین؟ اصلا تو خود در اینجا چیکار میکنی؟ من از تو میپرسم برفین، جواب ده. رافع با من خونه دار شده میخواست، ولی من از ده گریختم. نیتم به انقره به نزد تو رفته از تو کمک پرسیدن بود، اما در کو به دستی سلاح به دستان افتادم. از آن روز این جانب در اینجایم. من انتظار بودم که یلمز دانشگاه رو ختم کرده به خواستگاری هم میآید، لیکن برفین بیچاره از کجا میدونست که یلمز هم سلاح به دست شده است و به دست به جای قلم سلاح گرفته است؟ هر چیزی گویی حق هستی. به تو دروغ گفتم، اما این دروغ را نه برای خود بلکه برای خلق و وطن هم گفتم. همه این بعدی با آنها شناس شدنم روی داد. کرد بودنم را فهمیده تو کاری خطا میکنی، به خلقت خیانت میکنی گفتند. به کوه برآمده بهر آزادی خلقت مبارزه برگفتند. من نیز گفته آنها را کردم. اگر پرسیدن خواهی که من کار درست کردم یا نه، براستی خودم هم نمیدانم، لیکن کاری شدنی شد. برفین، من هیچگاه تو را فراموش نکردم. قسم میخورم که روزی برگشته با تو خانه‌دار شدنی بودم. راست میگی؟ بله. در حقیقت با من خانه‌دار میشدی. مادامی با من خانه‌دار شدن میخواهی بیا از اینجا رویم، همراه بریزیم. در اینجا چه گپ است؟ چیکار کردن میخواهید؟ درباره چی گپ میزدید یلمز؟ در اینجا چیکار میکنید؟ گپ زن چه ترتیب نظام را نمیدانید؟ باری دیگر هر دوی شما را یک جا نبینم. عشق و عاشقی در اینجا به کار نمیرود. با دقت باشید، فهما؟ با دقت باشید، عقلتون را کار فرمایید. راست میگویی سیدون، تو در همینجا پاسبان میستی مژده، فهما؟ از یلمز دورتر گرد، وگرنه او را نصف میکنم، فهمیدی؟ اطاعت سینون. خوب، حالا باشد با من بیا. گوش کن مژده، تو را جزا میدهم. جزایت باشد اینجا را پاسبانی کردن است. کدی رو اطاعت سینون. دیگران در کجایند؟ دیگران پاسبان ایستادند. آنها را اداره کردن دشوار است. یلمز چای می نوشی؟ نه تشکر سینان، من رفته کمی استراحت کنم. خوب، رفته استراحت کن. چرا با اینجا آمدی برفین؟ با تو از اینجا رویم گفته بودم یلمز، جواب ندادی. بیا گریزیم. تو چه میگویی برفین؟ چه میگریزیم؟
فکر کردی گریختن آسان است؟ پس چیکار میکنیم یلماز؟ در اینجا همراه این ظالمان ما هم ظالم میشویم. ابله تو در اینجا چیکار میکنی؟ من به تو چی گفتم؟ اینجا را باغچه کودکان فکر کردی؟ گوش کن، اگر باری دیگر تکرار کنی احوالت بد میشود. چی گپ است؟ چی گپ است یلماز؟ صدای تیر فرانش زود باشد، زود باشد. مرا حمایت کن، حمایت کن. این طرف گذارید. مرزا سامان بحکم میکردیم رفتیم به این طرف رفتیم اصلا ما کمک کنید التماس ما رو پرتافتن نرده. سربازا را دیده خواستم گریزم پایم لغزید. بیا یلماز رفتیم سربازان اومده گریزیم. باشی باید به این زندیاری رسانه. تو نمیبینی چی کار میکنی؟ چه خجالت میشود که او را مانده روی؟ یلماز دستگیر میشویم. بهر این مردم مبارزه میبریم برفین و کمک احتیاج دارن. نباید در این احوال پرتافته رویم. راست میگی یلماز. خواهش میکنم پایکم. با کجا میبرید؟ با دیهانم با نزد دکتر. تشکر. خیلی سلام خیلی اویسته خیلی میکنیم. پسرم یک پیاله چای می نوشیدی؟ تشکر نمی نوشم. پسرم بیماری مادرت جدی است؟ کمی عصبشون خراب شده است. مرا از اینجا بردن میخواهند. تو چی فکر داری؟ یعنی اگر مادرت خواهد میروید؟ نه نمیروم. روز بخیر. بخیر است قیزبون؟ از آقای دکتر یک چیز رو پرسیدنی بودم. چرا قیزبون؟ یکون کس پدر رو نپرسید؟ نه قیزبون نپرسید. خیلی مایلش. پدرت در کجاست قیزبون؟ چند روز باز نمیتابد؟ نمیدونم. با کجایی رفتن؟ سربازان در دهند. پدرت با کجا رفت؟ خودو که نمیدونم با کجا رفتند. در دیها چی گپ خبر است قیزبون؟ سربازان حالا هم در دیهان پدر. یگان کس مرا نپرسید؟ نی پدر؟ نخس دکتر رو پرسیدی؟ پرسیدم. خوش یگان کس مرا از اون نپرسید؟ پرسیدم پدر. کی پرسید؟ اما که همه چمور در دیهان دیگه خواهدیر شدن و باز مردمی دیهان نیست رئیس کجاش رفته میپرسند. نیست گوی قیزبون بشه رفت گوی. خلاصه خودت یگان چیز گوی. شما برای چی پنهان میشوید پدر؟ سوال نده. رفته خوراک تیار کن. چرا در پیشم یک برده نان و آب گذاشتین؟ من گروسم. داد نزنید میشنوم. امروز نشود پگاه نشد روزی دیگر حتما به سرم بلا می آید. شو عمي؟ أنا نفذت وعدي إلك يا عمر وكل الاتهامات اللي موجهة إلك التغت. عم تحكي عن جد معلم؟ أنا وقفت كل الإجراءات القانونية وما في حدا رح يرفع ولا دعوة عليك وصار ملفك نظيف وما في حدا رح يقدر يقرب عليك وهلأ صار فيك ترجع على ضيعتك. صراحة يا معلم أنا حابب أرجع بس صدقني ماني عرفان كيف. الكل عرف إني مع التنظيم وكل العشاير صارت تعتبرني هلأ خاين ومثل ما بتعرف ما حدا منهم رح يعمل لي قيمة. شكرا يا معلم. روحي فداك يا معلم. الله يطول عمرك. شكرا كتير. عن إذنك. طاقت کنید خدا. استاد سلاحتان را پرتاید.
پس جایت گفتم با اون نرسید. زودتر سلاحهایتان را گذاشته و زمین خواب کنید. زن را رها کنید. این زن مجروح است. او را به نزد دکتر میبریم. با زمین گفتم با زمین. التماس مانید او را بریم. زن را مانو اینجا بیا. اینجا بیا گفتم. شما چیکار میکنید؟ چیکار کردید؟